در گردهمایی‌های مختلف در ولسوالی‌ها و نقاط گوناگون ولایت پنجشیر، علما، بزرگان جهادی، متنفذین قومی و جوانان این ولایت دیدگاه‌هایشان را در مورد وضعیت کنونی مطرح کردند. ما جهاد در افغانستان آغاز کردیم، نه 47 سال شد. هدف ما اعلای کلمت الله بود، پیاده شدن قانون خدا در سرزمین خدا. ما خود دوره جمهوریت ما که از وقت میگم ما چیز دولت بودم، سرمعلم بودم، ما میره ما پیاده کردن در سرزمین خدا نتونستیم. حالا همین امارت اسلامی که میره پیاده میکنه، باید میره تقویه کنیم. اما میگه قوت نیکی نداری، باید نکن. بانن امیو کارا بکنن ما ببینیم. میام منون یک شهروند بیان بشینن دیگه چه میکنه؟ چه فایده داره؟ یا بدیل از این هستن اسلامی که میاد داره ما ندیدیم در اسلامی. پیام ما و برادرها و جوانایی که در بیرون است، اگر صدای ما را میشنوند است که فریب مردم غرب و بیگانه ها را نخورن. اونها دیگه امارت اسلامی را من حیث یک دستاورد استفاده میکنند که اینی مشکلش است شما علیه ازی باشه. همین جوانای ما، هموطندارای ما باید فریب گپ نخورن. بیایند از داخل با هم خودمان کشور خودمان بسازیم. هیچ کس با ما کشور نمیسازه و منتظر هیچ کسی هم نباشیم. اگر نشستی هم صورت میگیره چشم کلمان در جان امریکا است که همین چی میبره ما چی میته. هیچ وقت دیگران ما را ساخته نمیتونند و خدا اگر نفشان نباشه هیچ وقت کارم نمیکنند. امیدوار هستیم که هموطنایمان دیگه علیه کشورمان کار نکنند. دیگه ای به سود وطن ما نیست. اشتراک کنندگان این گردهمایی‌ها با تأکید بر حفظ ثبات و امنیت گفتند مردم پنجشیر خواهان آرامش بوده و فرقه سازی، گروه سازی و دامن زدن به اختلافات را راه حل مشکلات نمی‌دانند. آنان همچنان با انتقاد از برخی حلقات در بیرون از کشور گفتند که تلاش برای تحریک جوانان، پخش تبلیغات منفی و ایجاد ذهنیت نادرست علیه وضعیت کنونی نه تنها کمک به مردم نمی کند، بلکه زمینه ساز بی‌ثباتی و تکرار تجربه های تلخ گذشته می شود. موضوعی که به گفته آنان مردم پنجشیر به شدت آن را رد می کند. خو یک مشکل در اینجا است، مشکل اصلی در است که کشورهای همسایه، کسایی که در اطراف ما و شما هستند مثل پاکستان یا ایران یا امثال هم و یا هر کدامشان یک تعداد مردم خاصی را به خود دارن. وقتی که دارن هر کشوری که همو امنیت خودش در خطر باشد یک تعداد مردم به طرف خود جذب میکنه. اصل دیگه پمی است هر کس که در جای است بدون هدف در اوجا نیست، بدون کدام برنامه و پروگرامی ندارن. مشکل از این دمی است که اونمو کشورها اگر میتونستن پاکستان در وقت اصلی خودش که 7 تنظیم نمی بود، یک تنظیم می بود، کل در دور یک میز جمع میکرد تا به این اندازه هم مشکلات افغانستان باقی نمیموند. همین سببش است. این که در جای هر کس داشت رفته، ما نمیفهم که او نظرش چی است، فکرش چی است، اندیشش چی است، به خاطر چه رفته؟ به خاطر شخصی خودش رفته یا به خاطر کدام منافع دیگه داره؟ فریب کسایی که در خارج هستند، مثال میگن بیا جذب شوی علیه امارت اسلامی، اصلا اشتباه میکنن. دیگه اذیت آزار ما هیچ نوع اذیت آزار از امارت اسلامی ندیدیم. دیگه روی خوب کردن با ما. از جوانایی که در بیرون از کشور به سر میبرن از اونا تقاضا میکنیم به کشور برگردن. زمینه کار، زمینه درس و تعلیم، تحصیل خوبتر در وطن فراهم است. بیاین یک چیز خوبتر و بهتر دیگه استفاده خوب بکنن. شاید در کشورهای بیرونی نتونن از درس و تعلیم گپا چون که غیر قانونی هستن استفاده خوبتر بکنن. چون که وطن از کشور ما افغانستان است، میتونیم آزادانه در هر ولایتی که بریم، در پانتونی که بریم بتونیم آزادانه درس خود بخونیم و تعلیم کنیم. به امضای جناب والی صاحب یک مکتوبی به ولسوالی حصه اول آمده بود. از ریاست اطلاعات فرهنگ بازو مکتوب به ما مرسال کرده بودن. باز ما برای به قریجات، به قریدارای ولسوالی و قریجات ارسال کردیم که امولیز ترتیب شود، به مرکز روان شود، به مرکز ولایت. باز از مرکز ولایت به جناب شیخ صاحب روان شود که در مورد بیکاری جوانان، مردم ما، کسی که تحصیل کرده از غیر تحصیل کرده از و زمینه کار فراهم شود. برای مردمی که در ایران آمد کلش کارگر بود. صبح میرفتن سر کار، اصلا فیسبوک اینا ما اصلا گوشی میدادیم. من خودم 20 سال در ایران بودم، کارگر بودم. در ایران ازدواج هم کردیم، بچه‌هایم در ایران به دنیا آمد. موقعی که مهاجرین اخراج کرد، بچه‌های ما رو در مدرسه نگرفت، دیگه آمدیم افغانستان. ما آدمی سر مرز که آمدیم کمک ما کردیم تا این پنجشیر امارت اسلامی.
پول نقد هم به ما داد، سیم کارت به ما داد، لباس، همه چی امکانات به ما داد. راه برای غذا، حتی از هرات از سر مرز تا اینجا ما کرایه موتر هم ندادیم. امنیت، شب هر جای بری، هر ولایت بری، کسی باید کار نداره. آره خیلی خوبه. در این نشست ها بزرگان ولایت با اشاره به پروژه های انکشافی و تغییرات زیربنایی از تطبیق پروژه ها، بهبود خدمات عامه و ایجاد فرصت های کاری برای جوانان از مقام رهبری این ولایت استقبال کردند و همچنان خواهان ادامه این روند شدند. والش با مردم میشینه و مردم از دیدنش هم خوش میشن و مردم هم از پیشش خوش هستن. والیس اما اینطور یک آدمی است که همراه ششتیم 10 مرتبه پیشتر هم گفتم که فقط یگانه خدمتش به مردم است، نه به کدام گپ بزنه. طرفدار امی است که مردم ما باید چی باشد؟ آرام باشد، امنیت داشته باشند و مردم زمینه کار پیدا شود و بتوانند مردم به روز و روزگار خود پیش بروند. در قسمت بازسازی واقعا ما شاهد پروژه های بسیار بزرگ در سطح ولایت پنجشیر هستیم که در جمهوریت با اینکه 40 کشور دنیا کمکایش در افغانستان سرازیر میشد، هیچ وقت توجه بخصوص در پنجشیر نشد که از آن جمله برق پارنده هست که برقی که از زمان روسا شروع و فعلا در زمان امارات اسلامی افتتاح شد و بهره برداری سپرده شده است و از آن جمله وصل ولایت پنجشیر به ولایت بدخشان و تخار از راههای ترانزیت وصل سازی پنجشیر به بدخشان و تخار و پروژه های انکشافی هم که به سطح قریجات دارن نور میره که در امارات اسلامی وجود داره یک اصل دورگی است که در سال 1404 پروژه های انکشافات بیشتر در ولسوالی دره و ولسوالی پریان بود و سال آینده یا در سال 1405 ممکن که نوبت برای ولسوالی و قریه ما که سه اول یا ولسوالی شتل است که چیزی که ما معلومات داریم است و توجه بخصوص از مقام رهبری امارات اسلامی و خصوص والی ما ایره داریم که قریه خارو یا قریه پرنفوذ یا قریه که سرک خامه داره و عریضش هم فعلا در انکشاف زیاد موجود است که در سال آینده ان شاء الله توجهشون در این قسمت می‌خواهیم و در قسمت صحت ما کلینیک داریم و کلینیک ما هم الحمدلله نسبت به دوره جمهوریت آدم بگوید که یه مؤسسه که فعلا ادویه گپا را اکمال میکنه بر شفاخانه ها به نام مؤسسه موو، ما میشه از او باید تشکری بکنیم که در قسمت توجه خاصشان در قسمت صحت و امکاناتی را که با کلینیک ما که اگرچند جای شخصی است در تعمیر کرایی هست یک امکانات خوبی را برای ما به دسترس ما قرار دادیم که ما اگر مشکل برقش بود برقای آفتابی و سولری را اونها نصب کردین و چندین بخش دیگه و در تنها چیزی در قسمت صحت میمونه که کمبود ادویه و دوا هست. بزرگان تأکید کردند که مردم ولایت پنجشیر از ثبات، امنیت و بازسازی حمایت میکنند و اجازه نخواهند داد اختلاف افغانی و پروپاگاندا آرامش این ولایت را برهم بزند. این فیسبوک ها از ایران مندازن صاحب، از مملکت های بیرونی مندازن، باز او اینجا پخش میشه گپای دروغ و بی اساس و بی منطق گپ میزنن. ما را خو کس تالش هیچ کس چیز نگفته به واقعیت، نه کدام سر ما جبر است نه کدام زور است که ما بگوییم که نه والا جواب دادنی به شما بگوییم که این طور است. این گپ اساس نداره، غلط است بالکل. هیچ کسی را تا الحال استاد نکرده که شما برای از منطقه. کسی که در میجه است در مقابل نظام استاد نشده، مشکلات نداره، چیزی به مردم نمیگه، معلوم است که نظام او وابسته و پیروی میکنه. از نگاه امنیت قابل قدر است، از ولسوالیمان، از ولسوالمان، از امور جناییمان، از قماندان امنیه‌مان واقعا تامین امنیت کردین. ولسوالیمان الحمدلله آرام است.